مجموعه شعر کوتاه با عنوان سرشاخ و مجموعه کاری کلمات‌آور با عنوان پارتی پله‌های ترقی را برقی می‌کند، دو عنوان کتاب هستند اثر شاعر جوان آقای حسین ابراهیمی. او در سال 1362 در اصفهان متولد شده و علیرغم اینکه تحصیلاتی در زمینه ادبیات و علوم انسانی ندارد، اما قلمش بسیار مستعد و شعرهایش بسیار آگاه به مسائل روز و دغدغه‌های فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی است. طنز تلخ کتاب لبخند زهراگینی به لب‌هایتان می‌آورد و شما را ناخودآگاه وادار به فکر کردن می‌کند. اگرچه آقای ابراهیمی تازه کار هستند و جوان، اما به خوبی مشخص است که درک ایشان از ادبیات بسیار فراتر از مدرک گرایی است و قلم شجاع ایشان نیازمند معرفی و شناخته شدن است. اگر به شعر نو و شعر طنز علاقه‌مند هستید، حتما مطالعه سرشاخ را از دست ندهید و اگر شیفته بازی با کلمات هستید، کتاب پارتی پله‌های ترقی را برقی می‌کند توجه شما را جلب خواهد کرد.